گوشه بیات راجع. شاهد گوشه بیات راجع درجه دوم گام اصفهان هست که اینجا نوت لا درجه دوم ما هستش. به این ترتیب شروع میشه: یار. دو به سی اشاره میکنه. دو سی لا سل لا، راست چپ راست راست راست. به همین موتیف یه لاسی اضافه میشه. لاسی دوس، دو سی لا سل لا. میرسیم به تحریر. یا خمان یارا. لا سی سی. سی ها در واقع تکیه دارن. یک یک میایم جلو. دو دو سی دو، سی سی دو، سی دو، دو دو سی لا سل لا. میتونید مضراب بزنید تکیهش رو یا بدون تکیه بدون مضراب اجرا بکنید. یه مضراب داشته باشه. میرسیم به شعر. تو ای توانگر حسن، لا سی دو سی دو سی لا، اشاره میکنه به سل. از غنای درویشان، دو به سی اشاره. لا سی، اینو یک یک میایم جلو. دومیه رو. دو دو سی لا سل لا، ویبراتو. پس روی سی بمول هم ویبراتو داریم. خبر نداری اگر، لا سی دو سی، ری اگر سی دو سی، خسته اند اگر، لا سی. اینجا رو یک یک باید بریم. ریشن. تحریر زنگ شتر. داد. یه سل، انگشت یک میاد روی در واقع لا فیکس میشه. انگشت دوم میشین رو سی بمول. با انگشت سوم نوت دو رو میکنیم، اشاره میکنیم سری بهش. بعد یه یو روی سی بمول اجرا میکنیم. پس همین فرمول یه درجه پایین تر اجرا میشه. در واقع از لحاظ بمی منظورم بمتر. سول. حالا این بار سی بمول رو میکنیم. یه بار دیگه تکرار میشه. لا سول لا، یوش هم روی لا اتفاق میفته. حالا همین فرمول روی در واقع ر و دو اجرا میشه. لا ر دو، ر رو میکنیم. انگشت دوم روی دو باید فیکس بشه. سی اینجا کرونه. حالا سی بمول میشه، همون یه پله پایین تر. پس یه بار با هم اجرا میکنم. میرسیم به تحریر. یار.
سی سی لا سی. در واقع سی سی لا سی یک یک میاد جلو. میتونه راست چپ راست راست باشه یا راست چپ پی در پی. دو دو سی لا سول لا. راست چپ راست راست. تکرار. لا. حالا همین یه پله در واقع یه درجه گسترش پیدا میکنه. لا سی سی دو لا سی سی لا سی دو دو سی دو ره ره دو سی لا سی. یک یک حرکت میکنن. برگشتش هم دو یک دو یکه. تکیه رو میزنیم. دو یک. اشاره میکنه به لا. بعدیش هم تکرار هست. ادامهش دو سی دو سی دو سی دو سی دو سی 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 ره. اجراش به این شکل هست. دو زینت اشاره داره. میتونید بدون اشاره هم بزنید. سی ها رو هم کرون بگیرید. میشه بدون در واقع تکیه هم زد با ویبراتو. پس اینجا یه تحریری شکل میگیره. ر دو ر می می ر دو دو سی سی لا لا سول لا. موتیف به موتیف خدمتتون عرض میکنم. ر دو ببخشید اینجا یه تحریری شکل میگیره. ر می می ر دو دو سی سی لا لا سول لا. موتیف به موتیف میریم جلو. ببینید ر مضراب میخوره، می مضراب میخوره، راست چپ. یه تکیه دوتایی یا کنده روی می اجرا میشه. حالا میره 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 مضراب داره، دوتا تکیه روی ره. حالا ادامهش میشه ر دو. ر دو مجبوریم که یکمونو سر بدیم روی نوت دو و انگشتمون رو بلند نکنیم از روی سیم و بعد اون تکیه ها رو اجرا کنیم. برای تمرینش اول جداگانه این رو تمرین کنید. ادامهش هم به همین شکل هست، به همین ترتیب. دو سی سی لا لا سول لا. پس با هم ادامه مصرع. تو را چه غم که یکی از. اینجا توی محدوده اوج هست، پس سی کرون میشه. غمت به جان، اشاره به سی کرون، به جان توی مصوت آ نوت ها عوض میشه. دو سی لا سول آمد، دو سی لا سول، دو سی لا سول. پس روی دو میتونید این ویبراتوی در واقع طولی رو اعمال کنید یا عرضی. پیشنهاد میکنم عرضی اجرا بکنید. همین مصرع رو یه مقدار متفاوت اجرا میکنه.
تو را چه غم که یکی از غمت به جان آمد. لا سی دو 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 سی، یا همون ترتیب 1 2 3، جلو نرید الکی. اشاره به سی. غمت به جان به جان، اینجا یه ریز داریم و مضراب روی دو، به جان اشاره به ر و یه مکس که همون سکوته. آمد دو سی لا سل لا لا. پس که دوستان تو چندان که سل سل دو سی لا لا، اشاره به لا لا لا. میکشی، اینجا 1 1 میریم جلو. بیشن آخ. اون قسمت اولش رو سی رو کرون بگیرید. آخ. این شبیه همون تغییر زنگ شطوره. این قسمت موتیفش منتها یه قسمت اضافه کرده، اولش رو حذف کرده، یه قسمت اضافه کرده. ببینید این قسمت رو اضافه کرده. سیلا تکرار. نمیتونید مضراب نزنید. قسمت بعدی هم تحریری هست که مشابهش رو داشتیم. یا